سلام تماشابینان شبکه اگروتک تی جی، با شما من یوسف عزیزов. خیلی وقت بود که با بعضی از سبب‌ها ما نتوانستم با هم صحبت داشته باشیم، ولی شکر که امروز شرایط پیدا شد و ما میتوانیم در بعضی از مسائل روز با هم صحبت داشته باشیم. اینک 17 نوامبر یک سال از پیدا شدن نشانه‌های اولیه بیماری کرونا ویروس در خیتای سپری گردید. در دوام این یک سال این ویروس توانست که در تمام دنیا پهن گردیده زیاده از 57 میلیون نفر را مبتلای کسلی مرگاور کرونا ویروس گردانیده، نزدیکی 1,350,000 جان خود را از دست دهند. در برابر این زندگی همه مردم سیاره تغییر یافت، علل خصوص زندگی مردم تاجیک. مردم تاجیک که اساساً ریسک خود را از مهاجرت می‌یافتند، از سبب‌های بسته شوی مرزها نتوانستند که برای یافتن رزق خود به روسیه که اساساً مردم در این کشور مردیکاری میکنند سفر کنند و وضع در این کشور هم نه آنقدر خوب است. ما امید داشتیم که این سال سپری شود و سال آینده شرایط خوب برای مهاجران مهیا می شود. ولی قرارهایی که حکومت روسیه برای سالهای 2021 در سمت مهاجرت قبول کرده ایستاده است نه آنقدر خرسندی آورند. امروز درباره دو قرار قبول شده صحبت میکنیم. یکی از آن روسیه شماره کوتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشوستین در این باره که روز 6 نوامبر صادر شده است در پایگاه یگانه حقوقی روسیه نشر کردند. کاهش کوتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حالی است که صدها شهروند تاجیکستان سعی میکنند که از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. روسیه برای سال 2021 برای دریافت RVP پیش از 39,300 کوتا جدا کرده است که برای خارجیان و افراد به مقام شهروند پیش بینی شده است. در قیاس با سال گذشته شماره کوتا قریب 50% کم شده است. سال 2020 60,200 و دو سال قبل باشد 90,300 کوتا جدا شده بود. در امر نخست وزیر میشوستین درباره سبب‌های کم کردن سهمیه‌های اقامت موقت برای خارجیان در روسیه چیزی گفته نشده است. اما تحلیلگران و راهبران جامعه‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. کاهش یافتن کوتا برای حق اقامت موقتی در روسیه امکان گرفتن شهروندی برای بسیاری از تاجیکان را محدود میکند. تاجیکانی که میخواهند شهروند روسیه شوند به نهایت زیادند. بسیاری هم میپرسند که چگونه آسان‌تر شهروندی بگیریم، چگونه به اینجا کوچ بندیم. در شرایط کم شدن سهمیه‌ها برای گرفتن حق اقامت موقتی بسیاری ها تلاش می‌ورزند با برنامه کوچبندی و یا پرسیلینی به روسیه روند. از بس که اهالی روسیه کم می شود، کرمل تلاش دارد که با همین راه و جلب مهاجران کمبودی نیروی کاری را حل کند و مانع کاهش خطرناک احوالی شود. از نگاه حدود روسیه بزرگترین کشور دنیاست، اما همگی 140 میلیون اهالی دارد. بنا به نفوس‌شناسی سال 2010 250,000 تاجیکستانی شهروند روسیه را گرفتند. در 10 ساله اخیر این روند با شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند. در بین آنها متخصصان و کارمندان با تجربه کم نیستند. حالا در شفاخانه‌های روسیه طبیبان، در مکتب‌هایش آموزگاران و در کارخانه‌هایشان مهندسان تاجیک کم نیستند. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو سازشنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. هر کس می‌خواهد می‌تواند تابعیت هر دو کشور را داشته باشد. چنانکه وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد، شماره مهاجران کاری در روسیه در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته قریب 25% کم و نزدیکی 1,800,000 نفر رسیده است. با اطلاع ویکی‌دی یک سال پیش این نشان داد 22.5% بیشتر بود و شماره مهاجران به زیاده از 2,300,000 نفر می رسید. پیشتر از این شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته بود که در سال جاری به پایتخت 40% مهاجر کم وارد شده است. شماره مهاجران در پایتخت روسیه کم شده است و این مشکلی را به بار آورده است، گفته بود سابیانین. با گفته وی نارسایی مهاجران در بخش خدمات کمونالی و پاککاری کوچه‌های مسکو مشاهده می شود. این کاری دستی است با بیل و لوم. نه همه مهاجران آماده‌اند که این کارها را انجام دهند، گفته بود سابیانین. بنا به تحلیل‌های پنجشنبه بیماری کرونا ویروس باعث گردید که 40% شرکت‌ها در روسیه با کمبودی نیروی کاری روبرو شدند. از سبب نرسیدن قوای کاری در ساختمان‌های روسیه کار به طور لازمه پیش نرفته ایستاده است. ساختمان اساسی را در روسیه مهاجران پیش می‌بردند
و این است که حکومت روسیه میخواهد قبول مهاجران را با طور ورودی نقطه‌ای چه خیلی که میگویند تا چشنی ویز به راه ماند. این چنین معنا دارد که در ساختمان‌های معین مقداری معینی کارگران را برای کار تکلیف نموده با آنها اجازه ورود میدهند و آنها میخواهند از روی تجربه ساختمان‌های سوچی که پیش از المپیاد به راه مانده بودند پیش گیرند. این نقطه را اعضای حکومت روسیه مراد حسنولین در بریفینگ روز 15 نوامبر قید کرد. این چنین او گفت که بسیاری از تشکیلات و مؤسسه‌ها با آنها برای گشودن سرحد و ورود مهاجران درخواست پیشنهاد کردند، ولی آنها تا خوب شدن وضع از کرونا ویروس نمیتوانند این اجازه را دهند. با آمدن زمستان و باییدن برف وضع در کارخانه‌های کمونالی مسکو بسیار متشنج است. کارمندان موسمی برای تازه کردن راه از برف نمی‌رسند. این چنین سروزیر روسیه میخائیل میشستین فرمانی را درباره تصویب حصه اجازه دادن کارگران خارجی در سال 2021 برای بعضی نمودهای فعالیت اقتصادی امضا کرد که فایز خارجیان از شماره عمومی کارمندانی که میتوانند در این شرکت روسیه کار کنند معین کرده شده است. همین طریق اکثر مهاجران میتوانند در ساختمان کار کنند. در چنین شرکت‌ها حصه کارگران خارجی میتواند تا 80% را تشکیل دهد. این چنین شماره زیادی کارگران خارجی نسبت به شهروندان فدراسیون روسیه میتوانند در خدمت بناها و حدودها کار کنند. در اینجا استفاده بردن 70% خارجیان جایز است. حصه مهاجران مهنتی میتوانند در ساحه‌های کشاورزی، خواجگی جنگل و چوبکاری تا 50% کار کنند. در همین حال نه بیشتر از 24% همه کارمندان میتوانند در نقلیات اتومبیلی و 24% نقلیات بارکشانی از حساب مهاجران باشند و 0% در فروش داروها، این چنین در مؤسسه‌های غیر دولتی سودا کار کنند. در ساحه ورزش باشد همگی 25% از حساب مهاجران اجازه داده شده است. بعضی از ایالت‌های روسیه میخواهند از فرصت استفاده برده نرخ پاتنت را بلند بردارند. چنانچه حکومت ولایت تور نرخ پاتنت را از 5327 روبل به 5805 روبل بلند برداشته است. با گفته گوبرناتور ولایت، آنها از حساب جای کاری مهاجران 9000 جای برای مردم ته‌جایی جای کار مهیا کردند. ولی چنانکه که حادثه‌های سالهای اخیر یعنی کرونا ویروس نشان داد، یگان مهاجر جای کاری یگان ته‌جایی یعنی روس را نگرفته بوده است. تا امروز بسیار از سیاستمداران روس حدس می‌زدند که گویا مهاجران جای کاری روسیگی‌ها را گرفته باشند، ولی این طور نبوده است. با امید روزهای نیک صحبت امروز را به آخر می‌رسانم و شمایان ابونه شوی و لایک ماندن را فراموش نکنید تا نوار دسترسی دیگران نیز گردد.